گفتن که یک پسری عاشق یه دختری شد، رفت به پدرش گفت که برو واسه من خواستگاری. پدرش رفت خواستگاری، دختر رو تا دید یک دل نه صد دل خودش عاشق دخترش شد. به پسرش گفت که نمیشه، این در شأن تو نیست، در شأن یک نفر مثل منه. مشاجره بین اینها بالا گرفت، گفتن میریم پهلوی دانای دهمون. رفتن پهلوی دانای ده. دانای ده گفت دختره رو بیارین خودش انتخاب بکنه. تا دختر اومد، دانای ده هم یک دل نه صد دل عاشق این دختر شد. گفتم میریم سراغ وزیر. رفتن سراغ وزیر. وزیرم تا دختر رو دید یک دل نه صد دل عاشقش شد. مشاجره بالا گرفت، رفتن پیش سلطان. سلطان گفت که نه، اصلا مال شما نیست، این در شأن منه. دختر اومد تو وسط، گفت اصلا اینجوری قرار نیست، من میدوام، شما بدوین دنبال من، هر کدومتون که به من رسیدین من با اون ازدواج میکنم. دختر دوید و اینا دویدن دنبالش و بعد از یه مسافتی افتادن توی گودالی. دختر اومد بالا سرشون، گفت اسم من دنیا، همتون دارین میدوین دنبال من، حق و ناحق میکنین، وجدان رو زیر پا میذارین، خانواده رو زیر پا میذارین که به من برسین و دست هیچ کدومتونم به من نمیرسه و جای همتون توی این قبره. حالا جناب حافظ گفت جمیله ایست عروس جهان، ولی هشدار که این مخدره در عقل کس نمی‌آید. هرچه خوری مال مور، هرچه شوی مال گور، هرچه داری مال وارث، هرچه کردی مال خودت. دیگه خودت میدونی و کارهایی که تو این دنیا میکنی.